امروز می‌خوایم درباره عجیب‌ترین، مسخره‌ترین و در عین حال جذاب‌ترین جنگ تاریخ حرف بزنیم. جنگی که نه خونریزی داشت، نه کشته‌ای، نه ویرانی، اما باور نکردنی ترین مدت زمان را در تاریخ جنگ‌ها به خودش اختصاص داده. 335 سال. بله درست شنیدید. 335 سال جنگ بدون حتی یک تیر. امروز می‌خوایم با هم سوار کشتی زمان بشیم و به سال 1651 سفر کنیم. جایی که این ماجرای باور نکردنی شروع شد. برای درک این ماجرا اول باید بدونیم اروپای قرن 17 چه وضعی داشت. این دوره عصر جنگ‌های مذهبی و قدرت‌نمایی کشورهای دریانورد مثل اسپانیا، پرتغال و البته هلند بود. هلند که تازه از اسپانیا استقلال گرفته بود، داشت به یکی از قدرت‌های دریایی مسلط جهان تبدیل می‌شد. از طرفی انگلیس هم تازه دوره آشوب‌های داخلی پس از اعدام چارلز اول رو پشت سر گذاشته بود، در حال بازسازی نیروی دریاییش بود. حالا تصور کنید در این میان جزایر سیلی مجمع الجزایری کوچک در 45 کیلومتری سواحل کرنوال بود که رسما تحت حاکمیت انگلیس بودند. اما به خاطر موقعیت دورافتادهشان همیشه یه جورایی خودمختار عمل می‌کردند. مردم سیلی بیشتر ماهیگیر و کشاورز بودند و اصلاً درگیر بازی‌های سیاسی اروپا نبودند تا اینکه در سال 1651 مارتین ترامپ دریاسالار هلندی به همراه ناوگانی از کشتی‌های جنگی وارد آب‌های اطراف سیلی شد. مسئله اینجا بود که هلند در آن زمان با انگلیس در حالت جنگ رسمی بود. جنگ اول انگلیس و هلند از سال 1652 تا 1654 بود. اما مقامات هلند فکر می‌کردند سیلی هنوز در کنترل نیروهای سلطنتی وفادار به چارلز اول است که برکنار شده بود. بدتر این که مردم سیلی که اصلاً از این بازی‌های سیاسی سر در نمی‌آوردند، وقتی کشتی‌های جنگی هلند رو دیدند، نه پرچم انگلیس رو بالا بردند نه تسلیم شدند، فقط به حالت اعتراض سکوت کردند. دریاسالار ترامپ این سکوت رو به عنوان توهین به پرچم هلند تفسیر کرد و طبق قوانین آن زمان رسماً به سیلی اعلان جنگ داد. اما ماجرای خنده‌دار اینجا بود در سیلی اصلاً نیروی نظامی وجود نداشت که بخواد جنگ کنه. هلندی‌ها بعد از شلیک چند توپ به ساحل خالی و ندیدن هیچ مقاومتی با بی‌تفاوتی رفتن و این پایان ماجرا نبود، بلکه شروع یک شوخی تاریخی بود. سوال اینجاست چطور ممکنه جنگی 335 سال طول بکشه بدون اینکه کسی بفهمه؟ جواب در بی اهمیتی استراتژیک سیلی و اشتباهات اداری نهفته بود. از طرف هلند این اعلان جنگ در اسناد رسمی ثبت شد، اما چون سیلی هیچ تهدیدی برای منافع هلند نداشت، همه فراموشش کردند. در طول قرنها هیچ درگیری دیگه‌ای هم رخ نداد، پس کسی هم به فکر صلح نیفتاد. از طرف سیلی مردم محلی اصلا نمیدونستن هلند بهشون اعلان جنگ داده. حتی اگرم میدونستن جزیره فقیر با 2000 نفر جمعیت چه کاری میتونست بکنه؟ این ماجرای عجیب تا سال 1986 کاملا فراموش شده بود، تا اینکه روی دانکن، تاریخدان آماتور محلی، هنگام تحقیق در آرشیوهای هلند به سند اعلان جنگ برخورد. او با شوخی به شهردار سیلی گفت: آقای شهردار، ظاهراً ما هنوز با هلند در جنگیم. خبر به رسانه‌ها کشیده شد و باعث خنده جهانیان شد. بالاخره در 17 آوریل 1986 جان توبی سفیر هلند به سیلی سفر کرد و در مراسمی نمادین صلحنامه‌ای را پس از 335 سال امضا کرد. نکته جالب، هلندی‌ها اونقدر بامزه بودند که معذرت‌خواهی رسمی هم کردند و گفتند متاسفیم که 300 سال دیر خبردار شدیم.
حالا بیایید از دیدگاه حقوق بین المللی بررسی کنیم. شرایط جنگ رسمی، اعلان رسمی وجود داشت اما هیچ درگیری رخ نداد. تلفات 0، حتی یک گلوله هم به کسی نخورد. مدت زمان رکورددار طولانی ترین جنگ تاریخ شد. پس این بیشتر یک سوء تفاهم دیپلماتیک بود تا جنگ واقعی، اما به هر حال در کتاب‌های گینس ثبت شد. این داستان به ما 3 درس مهم داد. سوء تفاهم‌های کوچیک اگر حل نشه ممکنه قرن‌ها باقی بمونه، حتی در روابط شخصی یا بین‌المللی. اهمیت ثبت دقیق اسناد رسمی. یه اشتباه اداری ساده میتونه 335 سال طول بکشه. طنز پنهان در تاریخ. گاهی واقعیت از داستان پردازی هم عجیب تره. حالا نظر شما چیه؟ به نظر شما مسخره ترین جنگ تاریخ کدومه؟ تو کامنت ها برام بنویسید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما داستان جنگ استرالیا با شترمرغا رو هم توی کانال ما ببینید. برای ویدیوهای بیشتر هم سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعد بدرود.